هجری؟ ساز شد بین توبه استغفر خدای برو بخش هجری نمردم زنده هستم وزنی نه؟ نه سبو خوب یک دو چیزی دیگر باید گیریم میشه هجری؟ استاد سلام زهرو؟ استاد من یک سوال دارم جایز است هجری جایز است استاد وای حاجت به سوال دادن نیست پسرم جایز است فهمیدم چی را فهمیده استاد؟ هیچ چیز لازم نیست من فهمیدم جایز است خیر هجری خیر استاد خطا نفهمید روز بخیر هجری روز بخیر آتیه موسیچه بیگناه باز ناز میکنی ها؟ چی علاقه دارد زهرو؟ ما با هجری در لیفت بیخبر همراه شدیم سنم جان لیفت برای با دوستاش تنها ماندن بهترین جا است بله سفسطه نگو زهرو مرا با یک مؤذن لایق میدونی یعنی؟ میبخشی و چی میشود اگر مؤذن باشه؟ غیر از این مؤذن حقیقی است من هم در یک زمانی به مولای عاشق شده بودم اما ساخته برآمد ساخته گفتی؟ ولی هجری حقیقی است خانم سنم حقیقی است یعنی آنقدر حقیقی است که باورتان نمیاد بسیار حقیقی است خوب است بهترین اما یعنی در کوچه موندم اگر در این دنیا تنها اوست جانم خدا نگاه دارد بنصیبم کند از او به خدا سنم جان به فکر من مثل اونی که هجری پروای تو رو ندارد چی گفتم میخوای تو زهرو؟ هیچ چیز گفتن نمیخواهم سنم جان من تنها چیزی دیدم رو گفته استودم 98 99 سال 101 102 تماریسیا جزا تمام شد منتظری چه هستی؟ رو آخر برادر دوستان رو پر کنم میرم 109 110 111 112 113 156 157 158 159 آره هم اینجا هستی نرفتی جواب شدی برادر رو آخر 300 رو پر کنم میرم 158 159 160 161 192 193 194 195 ای شمالی شام برادر رو آخر جواب شدی آخر حجره ای محبت دولت را بهوده بند کرده ای برآمد رو آخر 497 408 409 500 اما بسیاری بد گپ زدی در جایی که مرا نمیخواند نمیستم خوش آمدی اکی کامون مبارک شما که کامون ای رحمت بچه ها پدرم در کجاست؟ چرا به نزد من اومد؟ نپرسه که پدرت کمی مشکلی دارد باز چه خیلی مشکلی؟ چی شد پدرم را؟ دودرم کنی زود گپ زن؟ اکا پدرتان دیوانه شده است چی شد؟ مجذوب دیوانه در محاله دیوانه هست کو انا همون خیلی دیوانه لعنتی ها شما چه خیلی پدر مرا دیوارگر میگوید ها؟ دیوارگر نیا که دیوانه چه خیلی دیوانه؟ دیوانه پورانه و مثل بابای شیرین ها؟ حاضر من همه شما را زدم مایده کرده حولای شیرین کنم چی؟ مشهد! هر کسی نسبتی پدر من به احترامی کند مردانی او را به خنجر میبرم
سمی جان آنها را چخل خانه‌دار میکنیم آخه غضب زورو کمی پایان رود دیگرش آسان است مادر جان. یه مرا مادر جان نگوی من مادری تو نیستم ولی برای مادرگویی معقول است. دستت چی خیل شد سمی جان؟ میلیس جانم البته که سخت درد میکند اما وقتی که تو رو بینم دردهایم فراموش میشوند. بیا از دختر چه خبری هست؟ کوفتوکوب داریم جناب. برای پیدا کردن کم موند. زودتر باشید. آن دختر را یابید. حتما میابید. داغان سلاحی که کالتاکیلاس رو به محبس میبرد در خانهش گذاشتید؟ گذاشتیم جناب. خوب حاضر به کالتاکیلاس و اونال زنگ زده گوید که وظیفه هایشان تمام شد. جناب اگر به کالتاکیلاس زنگ زده گویم که وظیفه تمام شد از این شبهه نمیکنم. اگر او را آزاد نکنیم بعداً به ما درد سر می شود. فقط در سرش یگانه خوشبختی که می خواهد بران را از بین بردن است. اگر داند که بران مرده است شبهه می کند. این ریسک را نمی کنم. اون نباید داند که من زنده هستم. به آنها زنگ زن و بگو که شرطنامه بسته شد. فهمو جناب. اگر خواهی که کسی را سخت عذاب دهی اول او را تبابت می کنی. کالتاکیلاس باید اول خود را آزاد و خوشبخت حس کند تا عذاب‌هایی را که به او میدهم در گور هم فراموش نکند. کی به توی هجوم کرده است؟ یکون چیز رو فهمیدی؟ نه از کجا دانم اونال چی میدانم انا؟ عقلم تماما نمیگیره. وظیفه های داده ای بران را اجرا کنم زهرا ترکم میکنم. اگر اجرا نکنم بران زهرا را میکشم. این چه کار است من هیچ چیز را نمیفهمم. راستش رو گویم این بران از پس چی است من میدانم. از پس چی بوده است؟ از پس خزینه قدیم بیزانس. خزینه بیزانس گفتی؟ تو این را از کجا میدانی؟ این سیر دولتی است. غیر از این مکان خزینه را از روی این خریطه نیز من میدانم. مرا گوش کنید. خزینه رو من میابم و 3 تقسیم میکنیم. تو چی ها میگویی؟ دیوانه هستی؟ چی هستی؟ در اصل چند زیدگی میکنی؟ مانان را مگر خزینه تو هست؟ یا خدایا بران رو میکشیم خزینه رو میگیریم تمام. اوف شوکت حاضر تو را گرفتن. حاضر سالی 2018 است. تو مگر راهزن هستی؟ بزند کی بران زنگ میزند. مرحمت بگیر. لبای بران خواست به شما زنگ زده گویم که وظیفه‌تان با آخر رسید. اکنون شما آزاد هستید. یعنی چی خیر؟ نقشه های بران تغییر یافتند. از این پس خودش حل میکند. سلاحی که در آن ایزی انگشتانی تو بود بچه ها آن را در درون گلدان باغچه اتان گذاشتند. برادر شما مرا مسخره کرده ایستاده اید؟ شرطنامه‌ای که با شما بسته بودیم به پایان رسید. چی شد؟ چی گفتن کنیگو؟ نمک اینها رو بینکه واه ارسو را بیتا بازیبانی. اکاکان اون چی گفته بود؟ چی گفته بود؟ برای خاندار شدنتون باید عاشق شوی. این خیلی باشه در این دختر عاشق میشه. ما چی گفتی جوره؟ نشوی ما موسیو شایما زردش باشد حتما شروی ما همین جا انتظار شوه. سلام پیستچه. چی پیستچه گفتی؟ ها پیستچه؟ سلطانم شاه دخترم محتابم دوست داشتم چی خیل هستی؟ اینها چی ها میگوین؟ به حقا در اصل بیستیک زیباقیت مثل محتاب است. چهرت مثل آفتاب است. هستیت مثل آسمان است. یک سویسته چی خیل انسانه دیوانه آی است شما؟ سیزی زیبا رفیق من دیوانه نیست. عشقش رو با واسطه شعر بیان میکند. وقتی که چهره تو را دیدم روزم به شب شبم به روز تبدیل یافت. روید یک سو میگویم دیوانه است شما؟ نه ما دیوانه نیستیم. ما هوشیاریم. با فکر شما ما روزی نیستیم. ما دو تشیری نرد خانه‌دار شدن میخوایم. انا شما خواهید اگر ما شما رو بگیریم خانه‌دار میشیم. هم خیلی چی خیل خانه داری دیوانه هستید شما؟ مستم کردی.
تو با چنین گفته های شیرینت تو رو با این شکل زیبای دیدم مفتون شدم. خاموش شوید، ما رو رها کنید. زبانت گیرد. دخترکو بسین خیلی نکنین، ما آدمخور نیستیم یکمش. یگان کس هست یاری دیه. اینجا چی گپ است؟ این خیلی نکنه دخترها. ای بس دخیل، ای بس. دیوانه ها. در اینجا چی خبر است؟ ای گوش که تایلاق تا پرابلم نکن. ما باید قطعی دخترکو خانه دار شویم، فهمیدی؟ برادر آخر ما زنگیر هستیم، تو براحت رفتن گیر. خانومان این به عقل ها شما رو ناراحت میکنن؟ بله اینها دیوانه هستند. تو کی را به عقل گفته ایستاده ای آشنا؟ بزن شرینر بزن شاخه چی ایستادی بزن خانومان شما میتوانید روید، دیگر شما رو در این محله هیچ کس ناراحت نمیکند. تشکری زیاد، دستتون درد نکند. این آدمو را خوابو نمک این چی خیزد؟ مشتی داملای دیونه در نزدی مشتی این مثل پخته است. ست مهره ششم شکست بخدا شکست. هر دوی تو بپا خیزید، کارم به شما تمام نشده است. خیزید! خیزید! باز شتا میخوایی، خیز روید گم شوید. بچه بسید کجا میره؟ شما ایستید. هر دوی شما رو به قوای برق پیوست میکنم. برای عبرت مردم شده یک هفته در آنجا گرسنه میمونید. یک هفته؟ از گرسنگی میمونیم اکا. گرسنگی را طرفمون یک هفته قوای برق بزند ششلیک بشه ششلیک. این رو پیش از اونی که به زن و دختر مردم گپ پرتافتید باید فکر میکردید. اکا ما هیچ کسا گپ نپرتافتیم، ما خانه دار شدن میخواستیم، دل نیتی ما صوف است باور کن. ما خواستیم خانه دار شویم. بله اکا. دمولا بگرست که دمولا اومد. دمولای دیوانه تو مرا شتا بزن، نگذار که کسی دیگر مرا شتا زنه. چی هست اینجا؟ پدر؟ پدر گفت؟ پدر نیست. در کجا باشد این سلاح؟ باید شروعیم. اینجاست. پدر جون میدونین تو رو چقدر یاد کردم. بیا دستت رو ببوسم. پدر چی گپ است؟ پسرت من کمالم نشناختی؟ پسرم بودنت نو به سرت اومد ها؟ پاردومی خر. 3 سال بود در محبس بودم، چه خیلی زود فراموش کردی. 3 سال نشود که به زیارتم نآمده ای لعنتی. تو چه خیلی پسر بوده ای؟ پدر در محبس محکم بودم من، چه خیلی زیارتت نکردم. در کجا محکم بودی؟ در محبس. برآمدی؟ بله پدر. پسرم. پدر جون شرم کاش که پدری من هم زنده می بود. خزینه رو من میوبم، ثروتمند میشوم، بانو رو از دستی کنان میگیرم. نقشه امین. از راسته سلاح را باز پس دادند. آنها چی میخواسته باشند؟ به من چی اونال؟ خدا یا پروا ندارم. از این کار دلگیر شدیم، خدا را شکر. اوف، شاید برای نقشش آدمی دیگری افته است. من چی میدانم؟ باید در حال از این سلاح جانم را خلاص کنم. عقل
من چیکار میکنم؟ یه جوره من مثل خدا در بین موندم. باید به من شناسنامه میدادن. من باشم به خارجه میرفتم. تو رو هم باید میکشتم. با من چی اونال؟ اینش را من فکر کنم. خودت چارش را یا تو یک مدت اینجا میمونم. نه جوره ما دو نفر اینجا به زور میگونجیم برادر. اتداف شو. مایل حجت خونه خالی میتونه رو خور رو. بخیر. پدر این چی اون است؟ چرا چون این پوشیده ای؟ من بروسلیم. بروسلی حقیقی از راستیمم. پدر؟ من استاد حقیقی ورزش نینجا هستم. با پدرم چی شد؟ پیش از با محبس رفتنم او دامولای مسجد بود کو. اکا تصویر غلط نکو. مرحمت. اکا با خدای کاریمون نیست. یکم کروش نکردیم موی. غیر از این ما او رو بسیار حرمت میکنیم. حتی بعضا اومده مرولت و کوب میکنن. تو به این درجه یعنی سفسطه رو بس کنید. از شما آخرا بار میپرسم پدرم رو به این حال کی رساند؟ داملازیو. داملازیو کیست؟ مردکتر. خبرش در کجاست؟ شرف از آوازی بلند الرژی دارد بهوش میشود. چی خیلی مشکلم را خودم حل میکردم. از پشت تو شده همسرم را از دست دادم. کارم را نیز از دست دادم. جنایتکار شدم. لعنتی همه چیزی که از حیاتم دزدیدی باز پس میدی. چی رو باز پس میدی؟ اما تشکیلات خیریه‌ایم؟ یا خدایا رفته چی کاری میخوایی بکن. کی تو را گفت که از پس من بیایی؟ نمی آمدی برادر؟ میروی ابله. همش رو اعتراف میکنی. تسلیم میشوی. کلت کلاس بودنت رو اعتراف میکنی. همه جنایتایی که بر دوش من است از سرم تاکید میکنی. من به سر کارم برمیگردم. نشود. باز یگان خواهش دیگر داری ها؟ تسلیم میشوی ابله. تسلیم میشوی. تمام بس تمام خاموش باش. به وظیفت برمیگردی یا خدایا. شوکت رفته یگان دستگاهی نوارگیری یافته بیار. کامیرا خیا؟ بله نوار میگیریم. دوربینیو. همون کامیرایی که توی سیوم که میکنه؟ میشود. زود خسب. تو چی کار کردن میخوایی؟ تو خاموش باش. جونی من تو چقدر بی‌طالع بودی. در طفلیت مادرت رو از دست دادی. سالاست که پدرت رو یک بار هم ندیدی. اینها نمیرسید که باز با سخرات برآمد. خدایا التماس یاری هم دقیقاً پدرش رو یابیم. کجا شد این بهار گفتنی زن؟ کجا شد؟ سمان از این همدی هم انا ببین در ترکیب شکل داره. کنی بگیر. کنی کشا. آفرین. بیا. جناب دختر کلتکلس را یافتیم. یافتید؟ در حال نزدی من آورید. حاضر می آوریم. انا این خیلی فرو بر. بسیار خوب. آفرین. ایزا نکش. ترتی منه بگی بخیر. دهانه تکشا. کشو کنی؟ بگه از دخترم. آفرین به تو. بومزه است؟ لباتا توزه کنم. بیا دختره که توزه کی من. نه کنی بینیم باز تستر. دق 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 دق. چخل اسبی زیبا ها؟ سمد؟ چو؟ کنی اسپک تستر روید سمد رو ببارد. کنی بینیم. با دقت باشید. در نزدش یک آدم هست. اگر یگون مشکلی شود وای آدمی مهمی نیست. مهمش به دختر ضرر نرسد. فهمیدید؟ 3 2 1 خیلی معقوله چه دخترم. کنی بینم. آفرین به تو.
چند سوم شد؟ 170. خدا بگیرد به این لیپوپود برادر کپم از سوزوندی. رفتیم. سومن؟ سومن؟ خوش آمدید. سومان دختر جان تو دیگر از نزدیک امکی پلیس دور نشم مایل است آخر گم میشه دخترم. معلش امکی پلیس اینجا بیا. آفرین. لبای الو جانو این اون دختر نبوده است؟ چه خیر اون نیست. بسیار مانند است ولی اون نیست. باری دیگر خطا کنی تو را میکشم کودک. تمام برادر. شد همش را به نوار گرفتی؟ 100%. تمام جناب اونال. بیگناه بودن شما را و همه گناهی بر دوش من بوده در این ویدیو هست گرفته برید. به کجایی که خواهید تسلیم کنید به سری وظیفتان برگردید. از پشت من دیگر نآیید. از برای خدا مرا رها کنید. بگیر شبکت. تشکر زیاد. دیگر از پیشم نبرو. این آخرین دیدار ما است. انشالله. ای بی عقل تو چیکار کردی همه گپ رو گفتی؟ شوکت آرام باش. از نوار هیچ چیز نمیبراید. خیلی چیز نمیبراید. همش رو اعتراف کردی که آخیر. آشنا من احمد شمشیکم. در نوار باشد کلتکل است. نوار فایده ای نمی کند. باور کن نفهمیدم که اینقدر بی عقل بودم. باید درسوی خیمیا نمیگریختم. به خدا حلالت بود. آهسته آرام باش. موی تنم خیز کل از در گپ ها. من چرا باز با اینجا آمدم؟ من با این آدم بسیار سر و کار گرفتم. احوالم بد شد. نه جانم همینش نمیرسید. چی علاقه دارد؟ من با اینجا برای شنیدن امر معروف آمدم. البته جانم تنها برای امر معروف. به نام خداوند بخشنده و مهربان. برادران عزیز، اسلام دین رحمت و مهربانی است. جناب پیغمبرمان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام برای عالمیان همچون رحمت فرستاده شد. جناب پیغمبرمان را یکی از حادثه های دردناک حیاتش حادثه طائف بود. پیغمبرمان چقدر صاحب مرحمت بودن را به ما می آموزد. محترم جماعت، حضرت پیغمبر در شرایط بسیار دشوار در همه گوشه های مکه
پیام و کلام خدا را رسانده و انسانها را به دین اسلام راه حق دعوت میکرد. اما اهل مکه ایمان نمی آورد. حضرت پیغمبر به ایمان آوردن یا نآوردن نگاه نکرده امر به دعوت شده بود و پیام خدا را نه تنها به اهل مکه بلکه به تمام اهل عالم رسانیدن وظیفه‌دار بود. جماعت عزیز، جناب پیغمبر برای اجرای این وظیفه به شهری که در نزدیکی مکه بود برای دعوت سفر کرد. جناب پیغمبر با خود پسرخواندش حضرت زید را گرفته با هم به راه برآمدند. بعد از راهی بسیار دراز و خسته کننده به شهر طائف رسیدند. حضرت پیغمبر در شهر طائف خانه به خانه گشته یک به یک پیام خدا را به آنها رسانید. آنها نیز مثل مشرک‌های مکه به جناب پیغمبر باور نکردند. جناب پیغمبر را تحقیر کرده گفتند که خداوند برای پیامش را رساندن هیچ کسی دیگر را نیافت که تو را فرستانده. پیغمبر را دشنام کردند. لعنتی‌ها. جناب پیغمبر و حضرت زید برای شهر را ترک کردن به راه برآمدند. اما منافقان دلسیاه و جاهلان و ظالمان جناب پیغمبر را در برآمدگاه شهر با سنگ‌ها منتظر بودند. جناب پیغمبر و حضرت زید چون از شهر می برآمدند، آن آدم‌های دلسیاه با دستان پر از سنگ اطراف جناب پیغمبر جمع شده با او دشنام و حقارت و سخن‌های قبیح گفتن را سر کردند. حضرت پیغمبر با آن انسان‌های جاهل نظر پرانداهی انداخت. در چهره همشان نفرت، در دهانشان سخن‌های قبیح بود. برای همین حادثه دردناک به وقوع آمد. پیغمبری که برای عالمیان همچون رحمت فرستاده شده است، برای دین خدا را با بندگانش رسانیدن، از طرف آن بنده ها سنگسار کرده شد. سنگ ها را به طرف پیغمبر و حضرت زید آنها می پرتافتند. حضرت زید در این حالت ناچار به داد و فغان آمد. چیزی که می خواست پیغمبر را محافظت کردن بود. آنها را التجا می کرد. التماس پیغمبر را نزنید، مرا زنید گفته برای حضرت پیغمبر سپر شد. اما سنگ ها مثل باران بالای سرشان می بارید. با تمام وجود جناب پیغمبر و حضرت زید از هر طرفشان به آنها می رسیدند. ولی حضرت زید خواطر از آن نبود که سنگ ها بر بدن خود او می رسند، بلکه از پیغمبر خواطر بود. چون هر سنگی که به خود زید نمی رسید به بدن حضرت پیغمبر بر بدن مبارکش می رسید. حضرت پیغمبر و حضرت زید خونشار شده. جناب پیغمبر از طرف آن نفرانی که به آنها نیکی کردن می خواست سنگ باران کرده شد. جناب پیغمبر به زمین افتیده در جای بودهش بالای بازوهایش نشسته و دستهایش را بالای سرش گذاشت. آن ظالم های بیرحم پیغمبرمان را مسخره کرده، از دستشان برداشته او را تمسخر کرده و باز دوباره سنگ باران کردند. لعنتی‌ها. کاش من آنجا می بودم که دست و پای آنها رو شکسته پاره می کردم. پیغمبر آخر زمان، پیغمبر رحمت با شرافت ترین روی زمین تا آخری راه سنگ باران کرده شد. حضرت زید فکر کرد که پیغمبر اهل این شهر را نفرین و دعای بد کرده هلاک می سازد. اما جناب پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلام پیغمبر رحمت است. اهل طائف که او را سنگسار میکردند او آنها را فکر کرده اندوهگین میشد. از دهان مبارکشان حتی یک سخن بد نسبت آنها نبرآمد. برعکس میترسید که خداوند مردم طائف را هلاک میسازد. جناب پیغمبر و حضرت زید از شهر کمی دورتر شدند. در یک کنار نشستند. همه جایشان خونالود و زخم شده بود. در آنجا کمی نشسته زخم ها و خونهایشان را با آب تمیز کردند و جناب پیغمبر
خسته در آنجا به نماز می ایستد و 2 رکعت نماز می خواند. در همین حالت با همه حشمتش حضرت جبرائیل علیه السلام می آید. جبرائیل با یک دعای بعد حضرت پیغمبر کوههای بلند طایف را چپه می کرد. با اجازت خدا آنها را هلاک می ساخت. اوه خوب شده حقشان بود. بین پیغمبر رو مگر زنگباران میکنن؟ به ایمان ها رو ببینه. ولی پیغمبر رحمت با جای دعای بعد دعای نیک رو انتخاب کرد. انا این است مهربانی برادران. مردمی که یک انسان مبارک رو اینقدر دشنام و حقارت سنگسار کردند، دلش به آنها سوخت. نه گفت نه، من نمیخواهم که آنها هلاک شوند، بلکه از نسل آنها فرزندهای با ایمان یکتاپرست خدای یگانه را ستایش کننده میخواهم دعا کرد. انا مهربانی این است برادران. اسلام دین مرحمت است. جناب پیغمبر مجبور نشده با کسی نمی جنگید. حتی نسبت دشمنهایش مهربان بود و همیشه خوبی و زیبایی، درستی و نیکی را می جست. محترم جماعت، وظیفه ما باشد مردم را برای حق با حکمت با سخن خوب دعوت کرده و کسی که ایمان نآورد مناسبت خوب داشتن با او است. خداوند تعالی ما را نیز مثل پیغمبر مهربان شدن را نصیب گرداند انشاءالله. آمین. 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 خدا از شما راضی باشد. برادر خزینه رو چیکار میکنیم؟ کدام خزینه را؟ اونال گفته بود که میگویم او رفته است، هر دویمان تنها موندیم. ها چی میگویی؟ شوکت تو بس کن خزینه گوییت را. من بعد از آنی که زهرا را از دستی هم دیگر کلانترین خزینه دنیا رو یابم چی میشود؟ تو به عقل یا دیوانه؟ خزینه را بویم قلیاردر میشیم حیوان؟ شوکت آخران بار به تو میگویم، فهمیدی؟ خزینه مزینه را فراموش کن. اگر از پس خزینه رفتی سرت را در بلا گرفتار کردی به من زنگ نزن. بالله قسم نمی آیم، دانسته باش. ای خدا بزنه تو باری رفیقه. اگر ما همون خزینه را نیابم تر خدا بزنه کلتکیل است. محتاجی تو نیستم من. حیوان داره در رو میشه پبو. با نیای بگوی شوکت در 2 میلیون قرض بده. سلام علیکم همدیاران عزیز. سخن رو زیاد نمیکنیم. آید کینوفیلم هدایت و برنامه از گروه‌های دور و روبرو یک چیز رو برای شما گفتنی هستم. در جستجوی سامانه یوتیوب وقتی که وارد میشه در اونجا با زبان تاجیکی کرون فیلم بنویسید. وقتی که کرون فیلم که نویسید وارد میشید داخل کرون فیلم. در اینجا یک چند تا کرون فیلم است، چند تا سایت ها که این سایت ها با ما تعلق ندارد، همه اینها دروغ است. فقط بغیر انمی سایتی که انا گیرده است، سرخ است و حرف ک نوشته است داخل همین کرون فیلم وارد میشید. خلاص گپی چی انا فیلم هایی که با ما تعلق دارد در همینجا شما میتوانید که ببینید. در سامانه کرون فیلم 50000 تدریس اگر شود هر هفته 2 قسم فیلم هدایت را مخلصان از ما برای شما پیشنهاد میکنیم. امری معروفی خوب کرد، خیر نه؟ امری معروفی زیبا کردی. چشم من نرسد، ماشاءالله دلی بختت کشاده شد. دهان درد رو نبینه دیگری. خدا از شما راضی باشد رحمت. از تو هم. مرا گوش کن. لبیک. کنسرت رو تشکیل کردید پسرم؟ دایرکتور مکتب همراه شد بودیم در روزی گپ زده حتما میآید. باور کن مرا. اوه اکنون بانو را برای از خود کنی کم مانده. انشالله. خاندار میشه به جناب کنو؟ بله. شوا سلامت باشید. بچه ها دیدم میسوزن با اون دختره که با کنانی دیوانه خاندار میشود. دختر این را درست طاقت میکنه، در حال جدا میشود. پس در گپ زنکه جوهر دیوانه است، چپ و راستش رو نگاه نمیکنه. باز به سرمون یگان بلا رو نآوریم آخر. دیوانه ای حقیقی این محله آمد. دیوانه ای محله دامولای عزیز. او رو بینید؟ بچه ها حاضر میبینید که چیکار میشود.
آیا این دیوانه در اینجا چی کار میکند؟ نه چیزی رو اعلان کردنی است. چی رو اعلان میکند؟ اکا این چی رو اعلان میکند؟ اعلان کند حقوقهای دیوانه ها رو اعلان میکند. همینش برای ما نمیرسید. اگر این را هم کند دیوانه تپه تیار میشود. رومی های عزیزی من گوش کنید. پیشت را نگاه کن. زود باش. من روشنی حقیقیم. همه شما را روشن میکنم. پدر چی کار کرده ایستاده ای؟ خلقم را مراجعه دارم. گوش کنید. بیا پدر قربانت شم. بیا در خونه روشنی میاندازی. میگذار با مردم روشنی اندازم. التماس بیا رفتیم. رهایم کن بگویم. پدر رومی های عزیز. بیا شد رفتیم. رومی هایم. خونه میرم. رفتیم. خدایا. خدا شفاتیت. کمالی سیاه. رحمت کنعانی دیوانه. بیا یک پیاله چای نوش. بیا پدر یک چای نوشی. بعدم به خونه میرم. بیا. ای خلقی عزیزم. معمولا دیوانش نظرش شد. سلام علیکم جنابان. علیکم سلام. پدرم را به این حال گرفتار کردگی داملوزیو بوده است. او را میشناسید؟ بله. که؟ میشناسیم. چی شد است؟ او رحمتی شد پسرم. نام من کمال سیاه است. آدمی هستم که مرده را هم جزا میدهم. تو چی ها میگویی؟ دیوانه هستی پسرم؟ مرده را تنها خدا جزا میدهد. درست. این خیل باشد برادرش را جزا میدهم. برادری دوگانگش را؟ بله یک برادری دوگانگ داشته است. فهمیدم. اسکندری حقیقی منم. مرا خوب گوش کنید رومی های عزیز. بیا پدر جون. این اعلام آخر باید به اینها فهمانم روشنی اندازم. به خونه میرم. بچم. لبای چی کار کرده ایستاده زیا؟ چی کار کنم؟ در حمامم نگذاشته که دست رویم را شویم. زود رسم روان کن. زود باش. توبه استغفرالله. بگیر. چقدر آدم بی‌سرود است. باید برای پگان نقشه خوب کشم. میتوانم، البته میتوانم. از کلتکیرت چی کمی دارم؟ او تواند من نه. پگان میبینیم جنابان. Papi chulo, papi chulo, papi chulo. تو در اتاق من چیکار میکنی؟ اون الان اینجاست. بیاید اون الان میخپد. اون الان اینجاست. بدبخت خوشبرو تابو برن اینجا. چی داد میزنی؟ کودک میترسه. سوما جان از نزد این آدم بدبخت دور باش. سوما بیا دخترم اینجا بیا. سوما جانم به من نمیدهی؟ بگیره دبک جان. تشکر میکنم سوما جانم. سوما جان آستا قفا بیا که این آدم بسیار آدمی خطرناک است. بیا دخترم. حالا هم جواب ندادی؟ تو در اتاق من چی کار میکنی؟ شادی چپ بیا اونالی بدبخت در اینجاست. دستگیرش کنید. او را دستگیر کنید. بگیرید بره. کمیسر لوین، جنایت هایی که بر دوش کمیسر اونال بود عفو شدند و به وظیفه‌اش برگشته است. شما خبر ندارید؟ سردارم. رفته چای بیار.
گپ نیست سردارم. چای کبود؟ بله چای کبود. مالش. سمن جان دخترم بیا با تو در کرسی میشینه. کنی گذر. بسیار خوب. شوکت که به جستن خزینه کمر بست، بانو از او شد و دست و پای کنعان بشکست. زور گفتم ها؟ بچه ها تنجیه؟ این که اسرا شده اجازه ده؟ این شادمان دروازه خبر نداری؟ اینه و اینجا؟ بله. خورسندی میکنیم ها؟ در این کنسرت اکای کنعان با معلمه بانو تکلیف خانه‌دارشوی میکنه. بعد کنسرت توی میخوریم. توی رفتیم. پدر سومن رو یافتید؟ با دقت گوش کن سردارم. پدر سومن رو تنها یک نفر میشناسد سردارم. نامش رو هم نمیدوند. او رو بیند میشناسد. پدر این کودک رو یافتن لازم حتما. خیلی لوینت کنی نقل کن چی گپ خوش شد؟ هیچی نه سردارم. همی بودنش ما خوبه اینه که با نبودن با خوبتره. به خاطری که معاشتون ما میگرفتیم. خیلی چیکار کنیم؟ ها میدونی وای سقراط بدبخت بود کو با ما خبر اومد که وای نمرده. چیه؟ پیچینی. بخی کالتکیلاس این بار جانت را نه بلکه از جانت هم قیمتتر را از تو میگیرم. لبی. در کجا هستی زیو؟ در کجا باشم؟ در مکتبم. خوب در مکتب شما کنسرت شادمانی دروازی بوده است. من هم میآیم. یا خدای خوب. تمام بیا خورسندی میکنیم. همین خیلی؟ در حال نچسب زیو. آنجا منتظر من باش. خب تمام انتظار. بیا. جناب کنون چی شد؟ یک خبری ناخوش دارم جناب کنون. متاسفانه شادمانی دروازی به کنسرت آمدن نمیتواند. چی؟ با کنسرت آمدن نمیتواند؟ ای وای من چی کار میکنم؟ نمیدونم جناب کنون. در یک چهاربینی دولتی بند بود اما گفت که به اکای کنعان بگویید که در تویش آمده خدمت میکنه. چه خیل توی ها؟ چه خیل توی؟ من حالا با خانم بانو تکلیف خانه‌داری کردن نمیتوانم. چی کار بکنم ها؟ خانم بانو رو چه خیل تکلیف بکنم ها؟ اکای کنون در اصل من یک فکر عجایب دارم. دوبلیکت شادمانی دروازی رو میابیم به صحنه میبراریم از پس فنگرام رو میگذاریم رفتن میگیرد هیچ کس نمیفهمد. ای خرید عقل ما اینجا کی نبودوار میگیریم که دوبلیار میآورده ها؟ به عقل با کنسرت وقتی کم مونده چی کار میکنم من؟ بانو رو چی خیل تکلیف خانه داری میکنم ها؟ جناب کنون در اصل یک راهش هست. کپاش دود کدگه. بزرگان گفتند که با پول بسیاری کارها را حل کرده می شود. شادمانشاه دروازی گفت که اکای کنعان 10,000 سومانی بده یک هفته دراز دادی و علیشی را میگیره میام هم کنسرتش میگذارونیم هم تویش هم آشینه‌ها شه. همین شاگردت گفته بود. دیدی نهایت یک نفری پیدا شدی که قدر من رو دانست. تو چی قدر داشتی؟ بخشش راست میگویدین؟ من باور کنید جناب کنون بهودن نگفتن که پول باشد جنگل با شوربا. من باوری کامل دارم که او میآید. شما به من فقط 10,000 سومانی دید من رو با تمام گروه اندلبی درواز گرفته میبیارم. چی گفتی؟ بسیار خوب مدیر گوش کن. اگر این کار درست شود چیزی که از من خواهی میدهم. ما از شما منت داریم. بسیار خوب. استاد شادمان بود 1200 سوم میام 8800 سوم کار کردم شما. والله مرد هستی مدیر. تشکر زیاد جناب. بسیار خوبه ها. یک خانمان و جنابان شما رو با کنسرت ککای کنون تشکیل کرده از خیر و مقدم میگویم. تماشاگران محترم کنسرت امروز را حافظ خوش‌آواز شادمانی دروازی و طلبه همین مکتب خانم سنم با سرودهای جذاب خود آغاز کرده آباد می‌گرداند.
بله حاضرین گرامی، اگر آماده باشد کنسرت خود را آغاز نماییم. به صحنه خانم سنم دعوت کرده می شود. مرحمت پذیرا باشید. خوب که اومدیم. خوشحال شدم. چرا دخترها روی هجری رو گرفتن؟ یا اینکه اکای کنعان باز میخواهد که او رو خانه‌دار کند؟ با من چی؟ بگذار خانه‌دار شود، از او جانم خلاص شود. خدایا با من چی؟ در حال با یکی از آنها خانه‌دار شود، من هم از او جانم خلاص می شود. چشمانی همش رو میکوبم. بیشرما چه خیلی هجری رو گیر کرده صحبت دارن. یا خدایم چی ها گفته ایستاده منه؟ خیر، من با اجازه شما به نزد استادم روم. نت زیبا سنم ترکم اینجا بوده است. حالا هم از پشت هجری میدویده است. میدونی چه جونم هجری رو از این خوشش نآمده است. استاد هجری، یک سوال دارم، سرم رو گرم کرد، برای پرسیدن آمدم. سوال؟ چه خیلی سوال هجری؟ استاد وای لبای هجری. وای استاد، پسرم سوال دارم گفتی چرا خاموشی؟ جایزه است استاد؟ چی جایزه است پسرم؟ وای استاد، حاضر وای شد. استاد سوال ما فراموش کردم. یا خدایا، این خیلی کارها می شود هجری. بسیار فکرشان نکن، که یکی به یادت آمده میپرسی. بخشش استاد، سوالم سوالی زور بود نیکی. نه مشکلی نیست، این خیلی می شود. توبه استغفرالله، سوال رو چه فراموش کردم؟ سازی کردم با خدا هیچ چیز رو نفهمید. همش از پس شما شد. بله حاضرین گرامی، اکنون نوبت استاد بزرگ صنعت تاجیک بلبله که با آواز خود تمام جهان را به عرض آورده است، شاهباد دروازه را پذیرا باشد. درونی خانه ماهی یگانه، درونی خانه ماهی یگانه، رویش را دیدم شیرین جان با صد بهانه، رویش
خوشگل شد گریدش رو با رنگ خاکی رنگ کردم زیبا شد ها بسیار زیبا شد این چی است نمک پلیس؟ چیز کنی بینم؟ ها این وای از دخترم این کارت کلاس است کارت کلاس چی خیلی راه میگردد نمک پلیس؟ کارت کلاس رو چی راه میروند؟ بسیار دیگرگون راه میگردن کارت کلاس زمین رو شکیده راه میروند بین مثلا من کارت کلاسم اینا با کارت کلاسم میگلم نگاه کن در اینجا پاشا بود است با این طرف ها معقول شد کارت کلاس ها بابا این بیچاره سخرات بوده است باباش آدم خوب نیست انشالله پدرش آدم خوب میبارد و خوشبخت میشود بیا برادر احمد شمشک رنگ کنیم تمام اون رو چی خیلی رنگ کنیم رنگی سبز آفرین چی شده است خدایا از پشت این آدم شده در نزد همه شرمنده شدم دیوانه میشم مخیره خدایا با من چی شد سوال رو چی خیلی فراموش کردم توبه خدایا مرا ببخش سنم سنم تو چی کار میکنی؟ باز از پس هجری دویده ایستاده؟ بهودگویی نکن زهرا چرا از پشت او میدویدم سنم اکنون قبول کن لطفا تو هجری را دوست میداری؟ خیلی یک معزین رو من دوست میداشتم بار دیگر چونی گپ‌ها رو گوی دشنام قبول میکنم زهرا جان آگاه باش چی میشود اگر معزین باشد؟ دوست داشته من هم معلم دین است خر با یک دیگرتون میزیبید چی گفتن میخواهی؟ یعنی تو با یک معلم دین خاندار شوی مجبور نیستی که مرا نیز با یک معزین لایق بدانی زهرا جان این دختر رو بین مثلی که من از پشت معزین شب روز میدویده باشم چرا میدویدم؟ دروغ است نمیدوی مگر؟ نمیدوم جانم بین هم اگر از پس هجری دوی او گشته به تو نگاه نمی کند نگاه نمی کند؟ چی خیلی نگاه نمی کند؟ همین خیلی نگاه نمی کند شرط میکنیم میکنیم اگر رفت تو به من عاشق شود آن زمان تو چی کار میکنی؟ هجری به تو عاشق میشده است آهای سنم مرا نخندان چی شد؟ از شرط دست کشیدی چی؟ چرا دست میکشیدم به این همان گفته بودم احتمالا مغلوب میشوی همین خیلی جونم تمام تو اگر هجری رو عاشق خود کنی من در کوچه برآمدن مثل خر هنگ میزنم میلش تمام اگر هجری رو عاشق خود کردن نتوانی در آن وقت تو مثل خرهنگ خواهی زد میشود تمام روزیم در یک هفته هجری رو عاشق میکنم تو رو به کوچه برای هنگ زدن روان میکنم زهرا جان من به تو 2 هفته نه 3 هفته یک ماه وقت میدهم سنم جان اما نمیتوانی به هنگ زدن آماده شو تمام من روزی آنقدر هنگ خواهی زد که خواهم دید که کی هنگ میزند مالش میبینیم خواهم دید حاضر این شرط رو ثبت میکنیم فهمو؟ فهمو تشکر زیاد دوستان عزیز و مهمانان عالی قدر اینجا در حضور شما از همه آدمی پرارزش کسی که روح و قلبم را روشنی انداخت برای او بسیار یک تکلیف مهمی کردن میخواهم بانو خانوم بمبا دای سومکه بمبا بگیره زکی میکفا بچه ها زودتر برای
خانم بانو خانم. خدایا این خودش چی گپ است؟ من به بانو نمیرسم مگر نمیرسم مگر. قورباغه کلان شود در بطلاق حیوان شود. اوف من زیق شدم ماما که پلیس بیا با باغچه رویم. اما سومان جان شیرینک شب شد همه با خانه چون رفت همین خیلی نه. غیر از این تو در اونجا خونوگ میخوری؟ خونوگ نمیخورم لباس گرم میپوشم. این خیل باشد با باغچه میرویم. کنی بیا با باغچه میرویم. سومان با باغچه رفتن میخواد. بردارم بولو بردارم ها خستیم. بیا جناب یکی از آدمهایمان دختری کلتکلس را یافته است. در یک باغچه کودکانه بوده است. در حال میرویم جناب. با این بمب کانون را جدا کرده نمیتوانم. برای آنکه بانو را از دست او گیرم باید ثروتمند باشم. خیر برای ثروتمند شدن یگانه راه خرید است. به این هم نقشه خوب کشیدم. این خیلی باشد. یا الله اگر پیش پایم رو ببینم خوبتر می شود. این چه حال است برادر؟ میدونستم که همه خیلی می شود. تسلیم شو. بچه سازی آنها زورگو ایشان سری فرزند رفت. این خر خوردگی خوازمینه. بخشش زیاد برادرها. قلیار دا بیاوم یکون چی میتونم.
ای بچه ای سیفو رو محکم کرده بیان کو؟ چی رو محکم کرده باشن؟ ای بچه اولی به ما دایکم ای پدرها داره محکم کرده لبای چی؟ در خزینه آدمان دیگر سیارند؟ دیوانند اینها. یا خدایا نه بدم افتادیم کو در قفس محکم شدم چیکار کنم کنی با کلیس یک زنگ زنم مجبورم شوکت بوده است. لبای برادر یک چیز میگویم التماس جنگ نکن مایلش من در یک جا محکم شدم بیا التماس مرا خلاص کن چی ها میگویی؟ چی خیل خلاص کنم؟ برادر گپ رو دراز نکن نمیفهمی بیا مرا خلاص کن آخی لعنتی از پسی همان خزینه رفته به سرت بلا آوردی ها؟ تو رو با این کاری کرده مرا ببخش شوکت از زهرا جدا شدن نمیخواهم به هیچ کجا نمیآیم خودت چاره خودت رو یاب. ای تو چی خیل برادری با پلیس زنگ زدن مرا محکم میکنن اوف خری شوکت من تو رو در کجایی زود گپ زن سراغه رو میفرستم از این سراغه مرا میابی در آشانه پایان میپرسی اتاق سیفا رو به تو نشان میدهند تمام محافظ رو پرس او تو رو میارد لعنتی خدا تو را لعنت کند انا شیرینک انا جانکی من دستر آمکی پولیس دستر انا مرمالاتی من چقدر راه ماند؟ کم ماند جناب کم ماند ای خدا این کار رو ببین زلفتا پر کردی او برادر بیا چه خود کنم ایستا خدا تو را جزا ندهد این چه احوال است برادر با خدا با دست خودم دوختم یک تای دیگه برای تو را بدوزم چو پیش در دوزنده با کجا میروی این خیلی نمیشود اول این سیف رو میکشویی خریطه رو میگیریم بعدا میرویم بس کن این گپ ها را خریطه را شکار میکنی زود باش پیش درا برادر من رو نفهمیدی ها بانو رو از دست کنعان دیوانه خلاص کردن لازم اون خریطه رو از اینجا میگیریم شوکت با خدا خریطه رو نگیریم من اینجا یگون جا نمیرم لعنتی یا خدایا حاضر تو را با این خریطه کنعانی دیوانت بانویت به یک جا میفرستن اوف شوکت من به تو دیگر چی گویم همه گپ را گفتم دیگر هیچ گپ هم نماند نگفته باز کی باشد نه بگیر تو نمیرسیدی کیه ینگای لبای در کجا استودیو من در کجایم با موزه این پلانیتیان ها آمدم خوب رسمش رو روان کن تمام حاضر در موزه چی کار میکنه خدا آدم ایزن کلانی نگه داره اشبیا نقابت را ساز پشت رسم میگیریم چه رسم؟ نقابت را پایان کن رسم میگیریم پشت نقابت را تا سیفه نکشه به خدا یکان رسم پس نیسته برای تو شوکت لعنتی میکشویی؟ میکشویم بچه تیزش کن تمام شی؟ تمام بیا از من خدمت خشر کن بس هم میگوی
تمام شبی خوش лутфан гузаред шуморо ба назди сейф даъват мекунам ҷаноби калтакелас. яду 3 миллион ша метун такелас. خاموش. акуя тараф рест. بیشتر زود باش میرویم. خدا گیرد تو بر این عاشق را. میره یا برم؟ بلازنه رفته ابرا کرد. بیعقلی چی تو میزنی؟ به این طرف. این طرف بیا. خودم دیده ایستم کور نیستم. از تیریزم میبرایی. فرق نداره. دوتر خودت را پرتم. خودت را پرتم. اما چه بیاخیو؟ بچه ها همتون درون رو نظارت کنید. من اطراف رو میبینم. برادر تو رو نشان ده. زود باشد زود باشد. کلاس تیز کرد؟ ایستد ایستد گفتم دست ها بالا. اینجا بیا 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 اینجا بیا. مرا نگاه کنید. شما کی هستید؟ شکر خدا که اونال بوده. آدم خدمت بیگانه نیست. ای بس آخیر تو مرا نشناختی؟ همکاری؟ همکار؟ کالتاکیلسی؟ خدا را شکر. گفتی که دیگر از پست نمیدوام کو؟ آخر تو کالتاکیلس باشی این کی است؟ آبا چما هم بیگانه نیستیم شناسیم. شناس؟ با فکر تو کیست؟ خودی است؟ دقیقا کمیسر سازی لغزی تنجی. دوستم تو چی خیل هستی؟ شکل خدا تنجی مردم قطعی مردکا گشتیستیم. از راستی مرد شده. دوستم در روز اولی کاریم مجبور هستی که روبرویم برایی؟ چی کار کنم مونال؟ مهرت میکشد مرا. این دیوانه چرا این خیل پوشیده است؟ در سر این خربچه تربوز را جای کردی. در خانه گفتی خزینه است. انا بین بچه حال گرفتار شد. سری مرا نیز در بلا میگذارد. دیگر هیچ چیز. شد تمام روید گریزه. من شما را ندیدم. دویم بار بینم دستگیر میکنم. تمام خیر تا بازدید. پیش دارم میرم. ای کالتاکیلس اینجا بیا. گپ است. باز چی میگویی؟ گپ است میگویم. باران مرده است. مرده؟ چی شد؟ بسیار زیغ شدی. خشت بود. اگر ما میمردیم اینقدر زیغ نمیشد. ای توبه استغفرالله. خیر سقراط او را کشته است. سقراط گفتی؟ اوها. سقراط چه خیل میکشته است؟ من اون بیشرف رو کفانیدم که ها باز مرده است. نمرده بود است بیشرف. توی مرا نیز همون بیشرف ویران کردن؟ تو بازدید سومان. انا اولونچه کمک پلیس. با اولونچه شیشتن میخوی. رو دخترم رو. ایست دخترم. بیا شیرینم. پوفک خریدم اک پلیس. تو پوفک میخوایی؟ شد دخترم. من حاضر رفته باره تو پوفک میگیرم. پوفک فروش. دخترانم اونجاست جناب. در آلمونچک بازی دارم. بس من
تمام. رفته دخترچه رو بیارید.